سرخط مهمترین خبرها: گزارش ائتلاف 7 نفر از شکنجه و بدرفتاری شکایت کردند. در تاجیکستان دختران تا 14 ساله را ام می‌کنند و روسیه زنگ زدن از طریق واتساپ و تلگرام را محدود کرد. سلام بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 14 آگوست سال 2025 است. سید اکبر بخشولا، آموزگاری از ناحیه رودکی که برای بدرفتاری با شاگردش جریمه شد، میگوید که حادثه نه آن طوری است که والدین خواننده گفتند. روز 13 آگوست حکم‌الدین نجم‌الدینov، ساکن دهه نیسکان و پدر نورسی جبر دیده، به رادیوی آزادی گفت معلم پسرش را بعد جنجال او با یک همصنفش سرزنش و به قبل وی نفسگیر کرده است. این حادثه 17 می در مکتب رقم 47 در جماعت راحتی ناحیه رودکی رخ داده است. دادگاه ناحیه رودکی آموزگاری جوان را با گناه اجرا نکردن عهدهداری برای تعلیم و تربیت یک شاگردش 1500 سومانی جریمه بسته است. اما سید اکبر بخشولا 14 آگوست به رادیوی آزادی مراجعت کرد، گفت که او از گلوی خواننده نداشته است و گفته این آموزگار این نورسی 13 ساله نخست با دختران همسابقش حمله کرده آنها را دشنام داده است. آموزگار میگوید که او برای آرام کردن خواننده های صنف دیگر رفته بود و وقتی برگشت دید که پسر بچه با دختران جنجال دارد. آموزگار ویدیوی لحظه جنجال این نورس با دختران همصنفش را به رادیوی آزادی پیشنهاد کرد. در ویدیویی که والدین خواننده به رادیوی آزادی داده بودند این لحظه نبود. سید اکبر بخشولا همچنین گفت که او در دادگاه فقط این گناه را اعتراف کرد که صنف را به نظارت گذاشته است، در حالی که والدین خواننده میگویند که آموزگار پسر آنها را نفسگیر کرده است. معلم میگوید که او نه از گلوی خواننده بلکه از دوباره رویش داشت. ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه گزارش داده است که در 6 ماه اول سال روان 7 شکایت از احتمال شکنجه و بدرفتاری در مقامات قدرتی تاجیکستان را ثبت کرده است. با گزارش ائتلاف مثل سال‌های گذشته اکثر شکایت‌ها از شکنجه و ساختارهای وزارت کارهای داخلی راست می‌آید، اما ائتلاف ضد شکنجه که چند سازمان وابسته به حمایت حقوق انسان را فرا می‌گیرد مثل سال‌های پیش درباره شکایت‌ها از شکنجه تفصیلات نداده است. ائتلاف تنها گفته است که در نیم سال به 27 قربانی شکنجه و نزدیکان آنها کمک رساندند. مقامات هنوز به این گزارش واکنش نکردند، اما در گذشته گفته بودند که نه همه شکایت‌ها از شکنجه در تاجیکستان اثبات می‌شود. تاجیکستان به سبب بدرفتاری و شکنجه گمانبران در بازداشتگاه‌ها همیشه تنقید می‌شود. سازمان ملل در گذشته گفته است که در تاجیکستان ماموران انتظامی برای گرفتن اعتراف گناه بازداشت شدگان را شکنجه می‌کنند و دادگاه‌ها نیز این اعتراف را به نوبت می‌گیرند که مخالف با قانون‌های خود کشور و عهدنامه‌های بین‌المللی است. مقامات تاجیکستان آن را خود اقراری می‌نامند، هرچند مرگ مرموز بعضی از بازداشت شده‌ها گفته‌های مقامات را زیر سوال می‌برد. گروه از وکیلان مردمی روسیه طرح قانونی را به دومای دولتی پیشنهاد کردند که تحصیل رایگان و یا بی‌پول را برای فرزندان مهاجران منع می‌کند. در این سند آمده است که خارجیان که اکثرا مهاجران کاری از آسیای مرکزی هستند باید برای تحصیل بچه‌هایشان در مکتب‌های روسیه پول پردازند. نشریه روسیه کامرسان روز 12 آگوست نوشت که مؤلفان طرح نو قانون درباره معارف 4 وکیل از حزب‌های گوناگون روسیه از جمله از حزب کمونیست هستند. مؤلفان طرح نوشتند که در مکتب‌های روسیه زیاده از 180,000 از فرزندان مهاجران می‌خوانند و در یاد گرفتن زبان روسیه و برنامه‌های تعلیمی مشکلی می‌کشند که از این رو به درس‌های انفرادی احتیاج دارند. وکیلان روس همچنین گفتند که با سبب افزایش تعداد فرزندان مهاجران در مکتب‌ها جای نمی‌رسد و معلمان زیر فشار افزاینده قرار دارند. در وزارت معارف روسیه این گونه پیشنهاد را تنقید کرده گفتند از حق تحصیل رایگان محروم کردن فرزندان خارجیان در روسیه مخالف با کنستیتوسیایی و یا قانون اساسی است. ماه ایون امسال وکیلان دومای دولتی قانون را قبول کردند که بر اساس آن مکتب‌ها عهدهدار شدند اطلاعات درباره بچه‌های مهاجران و والدان آنها را به وزارت کارهای داخلی بدهند. بعد حمله به تالار کراکوس در سال 2024 دومای دولتی بیشتر از 30 قرار قانونی قبول کرده است که کار و زندگی در روسیه را برای مهاجران کاری محدود و یا دشوار می‌سازد. حکومت تاجیکستان دستور داده است که شروع از ماه اکتبر امسال دختران از سن 10 تا 14 ساله در کشور بر ضد ویروس پاپیلومای آدم ام کرده شوند. در قرار حکومت که رادیوی آزادی 14 آگوست شناس شد آمده است یک کمیسیون حکومتی زیر رهبری معاون نخست وزیر امکانی عمومی بر ضد ویروس پاپیلومای آدم را نظارت می‌کند. طبق این دستور ام کردن دختران 11 14 ساله بر ضد بیماری پاپیلومای آدم فقط یک ماه ادامه می‌کند، اما ام کردن دختران 10 ساله من بعد به طور دائمی باید انجام شود. وزارت معارف وظیفه‌دار شده است که برای ام کردن دختران
دختران بر ضد بیماری پاپیلومای آدم در مکتب‌ها اتاق علاهده جدا کند. با گفته پزشکان پاپیلومای آدم بیماری ویروسی میباشد که سبب پیدا شدن زخم در پوست، عضوهای تناسل و گردنک بچه‌دانی زنها می شود. پزشکان توصیه می‌دهند که برای تبابت پره این بیماری شخص باید حتما به متخصص مراجعت کند. از روسیه یک خبر دیگر هم داریم. اداره راسکومنادزور تصدیق کرده است که زنگ زدن از طریق پیام رسان‌های واتساپ و تلگرام در روسیه محدود شده است. این نهاد در خبرنامه نوشته است که محدودیت در زنگ زدن از طریق پیام رسان‌های خارجی با هدف مبارزه با جنایتکاری جاری شده است. شکایت‌ها از مشکل شدن تماس از طریق پیام رسان‌ها در روسیه از آغاز ماه آگوست زیاد شد. پایگاه اسروژ مدیا روز سه‌شنبه 12 آگوست خبر داد که تصمیم بستن زنگ‌ها از طریق پیام رسان‌ها سیاسی بوده. این قرار در سطح بالا قبول شده است. با گفته منبع، نمایندگان شرکت‌های مخابراتی روسیه نیز شاید در این تصمیم دست داشته باشند، چون آنها نگران کم شدن درآمد از زنگ‌های تلفنی هستند. سامانه ویورسکا نوشته است که پیام‌رسان واتساپ در روسیه نزدیک 100 میلیون و تلگرام باشد 90 میلیون کاربر دارند. با گزارش ویورسکا، مقامات روسیه موضوع پره بستن واتساپ و تلگرام را نیز بررسی دارند تا بازار برای پیام‌رسان دولتی مکس باز شود. دنیس کوسکوف، مدیر کلی تلگرام، با نشریه ویداماس گفته است که بعد محدودیت جاری کرده راسکومنادزور، علاقه زنگ‌ها از طریق شرکت‌های موبیلی روسیه 10-20% زیاد شده است. مقامات روسیه میگویند که بجز زنگ‌ها در کار واتساپ و تلگرام دیگر محدودیت جاری نکردند. بینندگان عزیز، اگر شما در روسیه هستید، لطفاً نویسید که در کار واتساپ و تلگرام باز چگونه مشکلی پیدا شده است. بعد منع فعالیت چند شرکت تاکسیرانی در دوشنبه و اجازه دادن تنها به 4 شرکت، شکایت‌ها از این بخش زیاد شد. از یک سو رانندگان تاکسی شکایت دارند که شرکت‌ها روزانه از هر یک آنها 100 سوم مبلغ میگیرند، صرف نظر از آن که راننده به کار میبرد یا نه. قبلا رانندگان از مبلغی گرفتهشان از مشتری 10% را به شرکت ها میسپاریدند. از سوی دیگر ساکنان دوشنبه هم شکایت دارند که دیگر با زنگ زدن تاکسی به نظرشان نمی آید. همکارم امیر اسوف همین موضوع را با ساکنان دوشنبه در میان گذاشت. پیشتر نقصتر بود فکر میکنم، پیشتر نقصتر و همین نوک شدنشون خیلی نقصتر بوده. کجا که میگفتی به یگان مشکلی میبردن میرسوندن، به یگان وای بردن میرسوندن. حاضی با خواهش خودشون خواهند میروند، نخواهند نمیروند. کدام راه که معقول نباشد میپرسند، اول نمیبرند، ما طرف نمیریم میگن. такси бисёри бачидагия кабовар ки движени дуруи шаҳраби қин шидагиена мо ҳам коргари давлатем кор дарафтанда ё памех метан бачаҳоёшам бисёруш ман хиёл мекунам хондаги права гирифтагӣ нестанд нарушени мекуна ман мекунем оста мекунам бародар мегум нарушени кадест ё хедҳайна ки бо базами зурӣ мекунай дуруи мошин сатҳи хизматрасонӣ ҳамун гунаи чихе ки буд ҳамуну фақат ами 100 сомона камтарак қиматтар тамом, барое ки ози ҳама банк чихе ки шумо медонед, ҳама банк кредит ана кредиту чизошон қатӣ ҳам камтарак қиматтар ғалтидеса, расход камтак бисёртар. Не, нағз аст дар назари ман хизматрасони таксиҳо беҳад хуб ҳастанд. ҳозир хела пешравӣ шидагия, хела ширкатҳоро кам кардагия. ҳамин ду ширкат ҳозир ширкати 009 ширкати 90 мондаги ҳозир. Дега таксиҳо зиёд шудаги, ҳадман зиёд шудаги. гуфти ростовон толку нетатмид короче. мя 3-4 та асосиш беста дигароша барҳам танух чи дар кора сари вақт навия зангои телефонӣ кина навардоран. охир 10 минут нигаҳ кардем пеши рад омад такси наомад. такси наомад бо як бор занг занам охир шумо мебашед мегӯ ҳозир таксиҳо банд аст. ҳамин ба наздики модарчама балница мебурдем, дар роҳ қариб ним соат ждат кардем, занг задем, нест такси намебиёяд. занг задем чанд ҳами ваё дархост кардем, 7000 ҳам занг зада будем, 90 ҳам занг зада будем, қариб ки 20 дақиқа 25 дақиқа дар роҳ нигоҳ кардем, ягон таштари вақт омада нарасид. Мез телефон мекунем, мести намебиёд. ба дигар ширкат ба телефон мекунем, ошам намебиёд. ин хеле ҳодиса ҳаст. ҳамина барҳам медодан зӯр мешуда. вақтҳои пеш ҳамин таксиҳо бисёр буда. ҳамин занг медодем, мобайни ҳамин 10-15 минут ба бисёр боша, расида меомадан хона ба. ҳозир хеле гап неста. рости гап мо фақат дар раҳ ман мекунем. ҳамин мошина дар раҳ ман мекунем. хеле занг камтар истифода мебарем. барое ки мушкилӣ бо чи аст, бо ҳамин адреса фаҳмондан ҳаста мушкилӣ. боз рости гап хай метавонанд ки дерам биёянд.
барои ҳами ай ҳама роҳи осон ҳами ай раҳман каданай. Таксисто пеш аз он ки савор шудан аввал мепурсанд кадом тараф мерави хоҳарҷон. Масалан агар гӯем ки ҳамун тараф отказ мекунанд намебаранд ё ки мегӯянд ав тараф клиент нестай мода невыгодная намебаранд намедонам барои чӣ хе бошад. ин гуна ҳолатҳо нашудааст вале ин вазифаи таксиёст. ин бояд ба шаҳрвандон хизматрасонӣ кунанд, бояд ба нуқтаҳои зарурӣ бурда расонанд. ин вазифаи ҳатмии онҳост. як хело ижрат намекунанд, дертар мебиёяд таксӣ мегӯянд сразу қулай резко мебуроянд ман мекунанд мебуроянд мераванд. як хема бисёри вақт клиентҳо меистанд ягонта ухели клиентҳое ки ижрат намекунанд ажидани интизор намешаванд. این خیلی حالت ها هم میشوند. خیر از شد گیرم پیش از راستی که با جای زیستشون یا که با جای درکارشون رسیدن پیشترک برایان. این هم خوب است. تاکسی هایی به نهایت با خوب شده است نسبت به پیشتره. درصد یالی کار میکنند. کانسانر زدگی ساز سالخین میروی با جای درکاریت میرسی به تنبشوی. یک خیلیش با دیگر راه میبرند راه رو درستر کرده. مثال بیچاره آدم همون قدر راهگیرا ندارد. مثال ما تا خانه‌مان میدونم چند پول میشود یا تا دیگر جای رفتنم میدونم چند پول میشود و یا با دیگر راه میبرند. بسیاری آدما نمیدونن راهگیراشون زیادتر میگیرن بعضا وقت ده مثلا حوزه منطقه شهر همه جا ремонт همه جا ساختمان چیز اكو در این باره من شخصا خودم کجایی که سخن کنن گفته گرفته بردگی. این خیلی گپ هست بین مردمو که من اساس ندیدم همین چیزا خودم اساس ندیدم. غرغر بسیار میکنن. ما همین ایده شهروندو میفهمم که نه تاکسی را میشنمیگه غرغر میکنه با سرمون معامله خوب نداره برای که بچهای یوشان بسیارش راست گپ همین خون در جوش دا همین دوری شهر دا ایکنیش میگم که میبینم توبه که ما میترسم. بعضیش هست دغلی میکنن بعضیش هست خوش معامله بعضیش هست سخت در و نپوشید سخت وای نکنید گفته دغلی میکنند. بینندگان عزیز اگر شما هم در این باره نظری دارید لطفاً در زیر برنامه نویسید. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 14 اوگوست را فرا می‌گیرد. چهاردهم اوگوست سال 1967 قرار درباره تدبیرهای رشد علم‌های جمعیتی و بالا بردن نقش آنها در ساختمان کمونیسم قبول شد. تاریخ‌نگاران میگویند زیر شعار رشد علم‌های جمعیتی در اصل هدف پوشاندن قبای علمی به تعلیمات کمونیستی و مبارزه صنفی با رقیبان رژیم حکومت شوروی بود که در پی آن در پهنای SSSR به اصطلاح پژوهشگاه‌های علمی هم تأسیس یافتند. 14 اوگوست سال 2010 در سن 83 سالگی کمال‌الدین صدرالدین‌زاده عینی دانشمند و پژوهشگر معروف تاجیک درگذشت. او از محققان سرشناس ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک و یکی از پایه‌گذاران انجمن فارسی زبانان دنیا با نام پیوند بود. اولین مدیر شعبه دست‌نویس‌های ریاست اکادمی علم‌های تاجیکستان در آموزش آثار کلاسیکان سهم گذاشته است. از مهمترین کارهای علمی او به چاپ آماده کردن 15 جلد یادداشت‌های صدرالدین عینی پدر خود و تهیه متن 9 جلده شاهنامه فردوسی بوده است. شب 14 به 15 اوگوست سال 2022 در سن 80 سالگی نور تبارف ادیب، روزنامه‌نگار و وزیر پیشین فرهنگ تاجیکستان درگذشت. از نمایندگان نسل بیدار فرهنگی و سیاسی تاجیکستان نور تبارف برای تقویت فرهنگ ملی و استقلالیت تاجیکستان زحمت‌ها کشیده است. از تشبثکاران جاری شدن جشنواره‌های تئاتری پرستو و نوروز بود. شبانه روز اخیر قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه بی تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 116 سامان برابر 100 دلار آمریکایی باشد تا 930 سامان ارزش دارد. بینندگان عزیز قرب اسعار در بانک‌های تجارتی هر ساعت می‌تواند تغییر یابد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 14 اوگوست چنین تعیین شده است.
بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. منتظر پیشنهادهای شما هستیم. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدارتان.